حاضرین نهایت گرامی، خواهران عزیز، برگزاری محفل اجتماعی زنان به بهانه 8 مارچ روز جهانی زن، زنان فعال ولایت بلخ در شورای ولایتی بلخ گرد هم آمده و به بهانه روز زن محفل اجتماعی را تشکیل دادند. در همین حال رئیس محکمه خانوادگی در بلخ میگوید که آمار طلاق و تفریق زن و شوهر در ولایت بلخ نسبت به سال پیش حتی 40% افزایش یافته است. با باور رئیس محکمه و شمار از زنان فعال، افزایش فقر و سوریال‌های مبتذل در رسانه‌ها باعث شده که این آمار روز به روز افزایش یابد. تفریق می‌خوریم. قاضی ختمه بوده. مشخص ایسایه نگرفتیم، فقط به طور فیصدی 40 تا 45% تفریق داریم، طلاق هم 20-25% تا 30% داریم در این سال. افزایش یافته. رو به افزایش است. هیچ نگران کننده نیست برای شما؟ چون اصلا عرض کنیم که مرد وقتی که متضرر میشه از زن، راه بیرون رفتش چیست؟ ضرر قدیم باشه یا جدید باشه به قدر امکان از بین برده شود. راه بیرون رفتی که مردی که از طرف زن متضرر میشه و نوعی از انواع ضرر، راه بیرون رفتش طلاق است. وضع رسانه های ما مطالب منحرف کننده را که به نظر من زیاد خانمان سوز است و آینده بسیار خراب داره، نشر بعض سریال های مبتذل و منحرف کننده هست. و علتش یگانه فقر، فاقگی، بیکاری مردا، خواهشات زنها، امینها همش باعث نیست. خصوصا دیدن این سریال ها هم تاثیراتش داره. از سوی هم شکیبا شکیب منشی شورای ولایتی بلخ برگزاری مراسم اجتماعی زنان را برای مبارزه با حق و حقوق زنان مؤثر می‌داند. ریاست محکمه فامیلی چقدر مشکلات خانم ها را حل ساخته با ادارات زیرک که ریاست امور زنها و ریاست کار و پشتی و نهادهای زنانه بوده که این نهادهای زنانه چقدر مشکلات خانم ها را حل ساختن و چی موانع متوجه از این شده. به این خاطر ما امروز مجلس استماع مختص برای خانم ها را اندازی کردیم و هم قدردانی از ادارات که به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان به یک روز اختصاص ندن. همه ادارات که خواهرها یا خانم ها در اداراتشان کار میکردن ارج گذاری کردن و خواهرها را برش ارزش قائل شدن و روز همبستگیشان برشان تجلیل کردن. بانک ولایت بلخ در بازسازی و حکومت دوری خوب نسبت به سایر ولایات افغانستان دست بالایی دارد، اما به گفته شماری از زنان فعال نه تنها در بلخ در جذب زنان در نهادهای دولتی توجه نشده، بلکه این مشکل در سراسر کشور وجود دارد. این زنان از دولت می‌خواهند تا در راستای حق زنان و مبارزه با خشونت در برابر زنان تلاش جدی نمایند.